فاطمه سلطانی یا 18 سالی دیگل نه بالین خو آمادت کن با راهنان چیاوانیه. خب ما هدف اصلی ما آرمانجا منا سرکیه و کنیشا دنیای بدم که جنن افغانی بهیزن دکارن او کارن مرد کن او جی بکن او بزاوی دکن با دستکفتین مزن جوان جی حل کردن آلای افغانستان لسر بلندترین جهل دنیای. خب پلان بعدی ما یکی میرسمیر است. د پلانا تیما مده که ام بسر میرسمیر را سر کوین پاشی ایورست بلندترین چیای دنیایه هیوی دارین که امواک ایکم کسین افغانستانی سر کوین لسردم نخوشی کرونایی که جهان گرتیه. خانم سلطانی بردوام لسر کتنا چیان عاصی و بزحمت لافغانستان. خب ما تقریبا حتی نو که ام بسر چند چیای که سر کتین یه 2 ماهی جین و شاخ بو که دو بیجن بزحمت درین چیای لجیهانه و بلندترین چیای لافغانستانه که بلندیاوی 7492 مترن. پرسگیر کوان یا مزن پروسه آشتیه دناف برا حکومت افغانستان و طالبان. که طالبان نخواستن جن بکبن کارن جواکی دا. خواست ما از طالبان داخوازا مج طالبان اوه که ده پروسه آشتی دیگل دولت افغانستانی وگرید به هلیت کچ ده چالاکین ورزشی خوندنه دا بردوام بن. فاطمه با گشتن حظ و آرزوین خو گلک کار کریه لوانجی 7 سال راهنان جدای دکد. ما واقعا امروز افتخار میکنیم که فاطمه جان نه یک جوجیستو افرو از شانازی دیکم که فاطمه نبتنه جدوی دیکه لی او جوانه کاب سرکت یجی هر وها ام شانازی دیکه این که بجودوی فاطمه بگهینیم پلین بلند ین وکه جوانی که ورزشکا نوها بسانهیه. ده کمالگه که وک افغانستان دا مالباتاوی نبوینه رگر او دخوازن او دسپورا خدا بردوام بید لی هر تم دستمان لسر دلوانه. بله به خاطر ازی که مثلا ما ام دمینین دماکو او کسین کو بناو دنگ بون یان جی هند خدمت کرینه جعالیه طالبان و هاتینا ترور کرن اف گلک من ترسینه او ناهلن جمال درکون هرچند طالبان دبیجید او هاتینا گوهرتن لی ده بلاوکین وان دا بزلالی باسی مافی جنان نکریه.